امیدوارم که سال 1404 خیلی خوب شروع کرده باشید. انشالله که سال خیلی خوبی در پیش داشته باشیم، به خصوص لحاظ اقتصادی برای هممون، ما مردم عادی خیلی خوب باشه و شرایط خیلی مهیا بشه و چشم‌اندازهای خوبی انشالله برای همه مردم ایجاد بشه. سوالات زیادی که پرسیده میشه در خصوص محلول‌های شستشو برای گلو و بینی و لنز هستش. این محلول‌های شستشو که در داروخانه‌ها می‌بینید 1 لیتریش هست، نیم لیتریش هم وجود داره، به نام سدیم کلراید 9%. اینها برای شستشوی گلو، بینی و لنز استفاده میشه. اصطلاحاً ایریگیشن یا محلول شستشو بهشون میگن. خب اینا رو میتونید تو منزل هم خودتون تهیه بکنید به این صورت که شما 9 گرم نمک رو توی 1 لیتر آب حل بکنید، همین محلول براتون به دست میاد. اون آب باید حتما جوشیده شده باشه و سرد شده باشه. بعد نمک رو 9 گرم رو اضافه کنید، حل کنید، بذارید کنار. برای شستشوی گلو و بینیتون استفاده کنید. صرفاً این محلول های خونگی رو صرفاً برای شستشوی گلو و بینیتون میتونید استفاده کنید، اما برای شستشوی چشم و لنز حتما از محلول های آماده‌ای که در داروخانه ها هستن استفاده کنید. یه تفاوت کوچیک دارن که اصطلاحاً اینها قبل از که درشون رو باز کنن استریل هستن، ولی اونایی که ما در خونه استفاده میکنیم خب اینطور نیستش. اما برای شستشوی گلو و بینی اشکالی نداره. راهش به این صورت هستش که این محلولی که درست کردید، حالا یا از محلول‌های آماده استفاده میکنید، کف دستتون بریزید، یک طرف بینیتون رو نگه دارید، با اون طرفی که باز هست این محلول رو بکشید به سمت بالا، به طوری که از قسمت انتهای بینیتون وارد بشه و برای انتهای گلوتون اون آب نمک رو از طریق دهانتون خارج بکنید و بعدا میتونید خب دهانتون رو با همین آب نمک بشورید. برای کسانی که سرفه های شبانه دارن، احتقان دارن و شستشوی بینی، حالا به خاطر این آلودگی های هوایی که وجود داره، بسیار خوب است. حتما قبل از خواب شبتون این کار رو انجام بدید. تنفستون در شب خیلی بهتر میشه. صبح هم که بیدار شدید حتما این کار رو انجام بدید. تکرار میکنم، لطفاً به هیچ عنوان از این محلول هایی که در خونه استفاده درستش کردید خودتون برای شستشوی لنز و چشمتون استفاده نکنید.